سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو از روز جمعه 27 می تقدیم میکنیم. سرداری ریاست امور داخلی حوزه‌های ترویتسکی و نواماسکوفسکی سرگئی ترنوویخ در رابطه با زنازانی خونین گورستان خوانسک از مقام برکنار شد. همچنین یک قطار مسئولین شعبه و بخش‌های دیگر این ریاست تنبیه گرفتند. کاری این ریاست تحت نظر خاصه سرریاست امور داخلی شهری مسکو گرفته شده است. می‌نویسد آژانس تاس. در یک زنازانی خونین افراد جنایت پیشه به کارمندان تاجیک گورستان خوانسک در کنار مسکو حداقل 3 تاجیک کشته شده، 23 نفر به بیمارستان انتقال یافتند. حالا برخی شاهدان و هم جبردیده‌های تاجیک این ماجرا میگویند در امر تحقیق و مجازات عاملان این خشونت ارگان‌های تفتیشاتی جبردیده‌ها را هم تلاش میکنند بعضی حالت به عنوان مسئولان این زنازانی به جوابگری کشند. از این روی بسیاری آنها تلاش میکنند حتی در حالت مجروحیشان از پلیس پنهان شوند. میزنه همینجا بایوی оружие بدک همه خیرافته بس نیست مهره ای پشکوف کدگی обратно اومدگی ای پرای دیل ای اینی بعد همونجا تیر آروم گرفتگی اینو اکریون من یک تیر همینجا پوچم زدم ای مسافه نزدیک زد هم استوانده سخت رسید یک تیر دیگه در کندی سینم زد اینجا ده اینه که تا خوردن ریکشت زد یک دمم گرفت و با سوس شد و خیستم دویدن با ای پوش زد دویدن و با یک تیریه در سری چلیکم زد. قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان در جلسه سالانه سهامداران روغون گفت امسال برای کارمندان نیروگاهی مذکور که مجرای دریا بسته خواهد شد سال تاریخی است. امسال برای ساختمانچان روغون در برابر جشن 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سال مهم تاریخی یعنی بستن مجرای دریا. رسولزاده همچنین قید کرد که در سال 2015 با مقصد به انجام رسانیدن کارهای تعمیر و برقرارسازی، ادامه کارهای ساختمانی و وصلکنی و جهت استفاده انشاءات نیروگاه برقی آبی روغون از جانب جمعیت کارهای زیاده به انجام رسانیده شده است. روز جمعه در مراسم آتش‌زنی 374 کیلوگرم مواد مخدر در بخاری‌های آژانسی نظارت مواد نشه‌دار نزد پرزیدنت تاجیکستان رئیس این نهاد شیرخان سلیمزاده هم در نابودسازی خاکه‌های مرگ سفید سهم گرفته مهمانان نمایندگان ساختارهای حفظی حقوق ژورنالیستان را به محو بیش از 16 کیلوگرم هروئین، 161 کیلوگرم افیون، 107 کیلو حشیش و دیگر نوع‌های مواد مخدر دعوت کرد. ما محض در عرفه این جشن کسبی کارمندان اگنتی نظارت مواد نشه‌آور تصمیم گرفتیم که مقدار معینی مواد مخدر را سوزانیم. آژانسی نظارت مواد نشه‌آور 17 سال پیش روز 1 ایون سال 1999 تأسیس شده است. مقامات تاجیک میگویند که در 15 سال تجربه نابودسازی نشأه در مجموع 15 تن مواد مخدر به بخاری‌ها انداخته شده است. با وجود تلاش‌های مقامات تاجیکستان در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های مربوط به انتقال مرگ سفید از چالش‌های عمده و جنایت‌های پهن شده در خاک تاجیکستان باقی می‌ماند. در نخستین جلسه شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت تاجیکستان، امامعلی رحمان جوانها را از به گفته شرکت فعالشان در رفراندوم تغییر و الوه‌ها به کنستیتوسیا ستایش کرد. این رایپرسی روز 22 می از جمله سن داوطلب کرسی پرزیدنتی در تاجیکستان را از 35 تا 30 ساله پایان آورد. پرزیدنت با تأسیس شورای نوی کار با جوانان، یک نهاد نوی عبارت از 43 کارگر مسئول، گفت که هدف آن تطبیق سیاست دولتی جوانان در کشور می شود. در سخنرانی خود پرزیدنت تاجیکستان از پیوستشوی جوانان به حرکت‌های افراطگرا و تروریستی از جمله شرکت آنها در جنگ‌های خارجی هشدار داد و گفت در میدان‌های جنگ خاورمیانه 300 شهروند تاجیکستان از جمله 36 دانشجو کشته شدند. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاستیکی و توییتر پیدا کنید.